آدمی که اعتماد به نفس داره زمین میفته ولی در زمین نمیمونه، پس خودم میتکونه ایستاده میشه. ای بای خدا پیدا میکنه من چرا در زمین افتیدم، اونا رو اصلاح میکنه، درست دوباره حرکت میکنه. مثل توپ افوس میباشه، هر چی قوی‌تر میخوره قوی‌تر پرواز میکنه. هنر زندگی دیگه نیست که ما هیچ وقت نفتیم، این ترس زندگی است. هنر زندگی است که بعد از افتادن دوباره ایستاده شوید. انسانای بزرگ شکستای بزرگ خوردن. هیچ انسان بزرگ تاریخ نیست که شکست نخورده باشه، سختی ندیده باشه، رنج ندیده باشه، فشار ندیده باشه، ولی ناامید نشده، ولی دوباره ایستاده شده. این اساس زندگی است. در بغداد یک مستجاب دعا آمد. ابن حجاج آدم بسیار ظالم بود. گفت یک دعا خب حقم کو؟ گفت خدای جانش بستان. گفتی چه دعای خیر است که تو کردی؟ گفت بیادر آنقدر ظلم کرده رایستی که بهترین دعاست که هم مردم از شرط آرام شوه هم گناهی تو همینجا توقف کنه. بعضی ما چنان بد زندگی میکنیم که خوبترین دعا برای ما است که خدای جانش بستان. سرازی باید فکر کنیم که ما روزانه چقدر میتونیم مهربان باشیم یا خوب باشیم یا خوب برخورد